با کمترین مواد یک کوکی خوشمزه و سالم برای تغذیه بچه‌ها میتونین درست کنین. نیاز داریم به 2 تا تخم مرغ بریزین تو کاسه، هم بزنین. 130 گرم گردوی آسیاب شده بهش اضافه کنید و کامل هم بزنید تا تخم مرغ از لختگی در بیاد و گردو با تخم مرغ ترکیب بشه. نیاز داریم به 120 گرم خرما رو هستش رو جدا کنین، خوردش کنین و به مواد اضافه کنید و هم بزنید. وقتی هم زنید 1 قاشق چایخوری دارچین بهش اضافه کنین، نصف قاشق چایخوری بیکینگ پودر، 1/3 قاشق چایخوری وانیل. مواد رو کامل هم بزنین تا مخلوط بشن و یک دست بشن. نصف لیوان یا استکان بهش آرد جوی 2 سرپرک اضافه کنید و کامل هم بزنید. اینجا به دلخواه میتونید از شکلات چیپسی هم استفاده کنید. اگر دوست داشتین میتونید یه مقدار شکلات چیپسی هم بهش اضافه کنید، هم بزنید. اما کوکی به خاطر داشتن خرما شیرین هست، ولی یه سریا هستن که دوست دارن شیرینیش بیشتر بشه. میتونید عسل یا شیره خرما و یا شیره انگور به اندازه 1 قاشق بهش اضافه کنید. کامل مخلوط کنید. به مدت 1 ساعت داخل یخچال استراحت بدید تا راحت تر فرم بگیره. داخل سینی فر کاغذ روغنی بذارین، کوکی ها رو شکل بدین. به مدت 15 دقیقه دمای فرتون 180 درجه بذارید تا کوکیاتون آماده بشه. خیلی خوش‌طعم و خوشبافته. امیدوارم درست کنید و ازش لذت ببرید. نوش جانتون باشه.